ما اومدیم روستای تیکسر با یه خانواده آشنا شدیم که پرورش نوغان دارن. میخوام بریم داخل این نوغاناشون رو ببینیم. همون کرم ابریشم. سلام علیکم. سلام. مرسی. این بربتوتا رو چیدن میخوام ببرن روی طویله اونجا نوغاناشون هست. پشت بام. طویله نه. تلمبار. طویله مال تو داخل نگاه کن. بیا بریم داخل. بیا نگاه کن. بابا بیا تو. بریم کرمای ابریشم ببینیم. بیا تو. به مبارکه. سلام. دعا کنید این نوغانا رو ببینید خدایا. بیا الان میخوام کرم ابریشم بشه. حالا ابریشم نشده. نشده. بگذار وقتی پیش ما بیا برای بکش درست کنم. میام. خب آره شما تلفن بده میام. شما تلفن بدم بیا. آره میگه بیا برای من کجم اینجا باز کنم. حالا بابا میخواد کارم بکشه. درست کار بکن شما نهار داشته نگاه کن ما داریم برف میذاریم روی کرمای نوغان. چند ماه میمونه خانم تا به نوغان تبدیل بشه؟ همون کرم ابریشم به کج بگی یک ماه خورده میشه دیگه. یک ماه خورده طول میکشه تا کج بشه که هم بعد کجا رو میچینید دیگه. کجا رو میبریم میچینید دیگه. همون پیله ابریشم. همون پیله ابریشم. کج یعنی پیله ابریشم. بعد اونا رو میچینید دیگه. میبرید میفروشید. بعد این دمای خونه بعد چجوری باشه؟ گرم باشه. باید گرم باشه. گرم باشه. دماشو میخوام گرم باشه. ما گرم باشه. اون پشت طویله سر طویله گذاشتیم با سرد نوغان همشون ریز شده. مثلا اینطوری شده دیگه. آوردیم بالا. بردن یک جای سرد گذاشته بودن قبلا. نوغانا یکم ریز شدن. یعنی کرما رشد خوبی نکردن. بعد آوردن اینجا جای گرم گذاشتن دارن رشد میکنن. بخورید عزیزای من. بخورید نوشید. ان شاءالله که کمی پیله نوغان ابریشم به این خانم بدین. بخورید. زحمت براتون کشیده. الهی آمین.